برای اینکه اثر دو بار الکتریکی رو بین دو جسم بهتر درک بکنید میایم این بادکنک رو به این لباس پشمی مالش میدیم. همونطور که میبینید الکترون ها از لباس پشمی کنده شده و به این بادکنک انتقال داده شده. حالا من این بادکنک رو میام به این دیوار نزدیک میکنم. همونطوری که میبینید الکترون های دیوار تمایل دارن به دورترین نقطه برن. چون الکترون های دیوار و الکترون های بادکنک از یک نوع بار هستند، پس نیروی الکتریکی که بین اینها به وجود میاد از نوع دافعه یا رانشی هست. اما بارهای مثبت دیوار تمایل دارن جذب بادکنک بشن. چون دیوار بارهای مثبتش جذب بادکنک میشه، الکترون هم که بار منفی داره، پس این دوتا بارهای مخالف دارن، یکی مثبت و دیگری منفی. پس زمانی که بارهای دو جسم مخالف هم دیگه باشن جذب هم میشن. نگاه کنید الان بادکنک به لباس پشمی هم جذب شد، چون لباس پشمی الکترون هاش رو از دست داد و دارای بار مثبت شد. حالا این بادکنک سبز رو به این پارچه پشمی مالش میدم و این بادکنک زرد رو هم همینطور. خب میخوام ببینم بین این دوتا بادکنک چه اتفاقی میفته. نگاه کنید، بادکنک سبز هم دارای الکترون، بادکنک زرد هم دارای الکترون هست. چون هر دوی اینها بار همنام دارن، این بادکنک سبز تمایل داره به دورترین نقطه بره. پس نیروی الکتریکی که بین این دوتا بادکنک به وجود اومده از نوع دافعه یا رانشی هستش.